به داسین سایتس خوش برگشتید، جایی که ما ایده های ساده رو بررسی میکنیم که به آرومی نگاه ما به زندگی، فکر کردن و رشد کردن رو تغییر میدن. امروز میخوام درباره چیزی صحبت کنم که بسیار انسانیه و تقریبا همه ما در مقطعی از زندگی اون رو تجربه میکنیم. موضوعی که آرام و بی صدا وارد زندگیمون میشه، اینکه بعضی از مهمترین حقیقت‌های زندگی رو خیلی دیر میفهمیم. قبل از اینکه شروع کنیم، اگه از این نوع تأمل‌های آروم لذت میبرید، لطفاً یه لحظه وقت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. این کار واقعاً کمک میکنه این فضا رشد کنه و بتونیم این گفتگوها رو با همدیگه ادامه بدیم. حالا بیایید کمی آرومتر بشیم و وارد این فکر تازه بشیم. زندگی مثل یه معلم نیست که همه چیز رو همون ابتدا توضیح بده. نقشه واضح به ما نمیده، راه رو کامل نشون نمیده. در عوض میذاره جلو بریم، تصمیم بگیریم، مسیرها رو تجربه کنیم و بعد آروم آروم به ما نشون میده که واقعا چه چیزی مهم بوده. و وقتی اون لحظه میرسه، خیلی ها یه فکر مشترک دارن. برمیگردن به گذشته و میگن کاش زودتر این رو فهمیده بودم. یکی از اولین چیزایی که معمولاً دیر فهمیده میشه، ارزش واقعی زمانه. وقتی جوانتر هستیم، زمان خیلی به نظر نمیرسه که داره سریع حرکت میکنه. انگار همیشه هست، همیشه فرصت داریم. برای همین بدون فکر کردن اون رو خرج میکنیم. کارهایی رو عقب میندازیم، استراحت کردن رو عقب میندازیم، لذت بردن رو عقب میندازیم. فکر میکنیم همیشه فرصت وجود داره. اما زمان آروم حرکت میکنه، بدون صدا، و یک روز آدم متوجه میشه که زمان چیزی نبود که مالک اون باشه، فقط لحظه به لحظه به ما داده میشه و وقتی یه لحظه میگذره دیگه بر نمیگرده. این حقیقت ساده خیلی چیزها رو تغییر میده، اما معمولاً وقتی که سالها گذشته. همین که این فهم شکل میگیره، یک حقیقت دیگه هم آروم خودش رو نشون میده. آدم ها میفهمن که مهمترین بخش زندگی اون چیزایی نبود که براش میدویدن، نه دستاوردها، نه مقامها، نه هدفهایی که فکر میکردن همه چیز هستن. چیزی که واقعا باقی میمونه آدم ها هستن. در بخش بزرگی از زندگی ما روی موفقیت تمرکز بیشتری میشه، روی پیشرفت، نتیجه، جایگاه. فکر میکنیم وقتی به یه سطحی برسیم همه چیز کامل میشه، اما با گذشت زمان حقیقت فرق میکنه. چیزی که در خاطر ما میمونه یک عنوان ساده نیست، یک عدد نیست، یک دستاورد نیست. چیزی که میمونه گفتگوهاست، آدم هایی که کنارمون بودن، لحظه هایی که با هم ساختیم و خیلی ها دیر میفهمن که به این ارتباط ها به اندازه کافی توجه نکردن. کنار آدم ها بودن اما واقعا با اونها نبودن، ارتباط داشتن اما عمیق نبود و این فهم یک سنگینی آروم با خودش داره. بعد از اون یه آگاهی دیگه کم کم شکل میگیره. آدم ها میفهمن که منتظر موندن برای زمان مناسب یکی از بزرگترین اشتباه ها بوده. خیلی از رویاها دست نخورده باقی میمونن، فقط به این دلیل که آدم ها منتظر میمونن، منتظر اینکه آماده بشن، منتظر اینکه شرایط بهتر بشه، منتظر اینکه ترس از بین بره. اما زندگی اینطور کار نمیکنه. هیچ لحظه کاملی وجود نداره، فقط همین لحظه‌ای که الان تون هستیم وجود داره. و وقتی آدم ها به گذشته نگاه میکنن، خیلی وقتها میبینن که بیشترین حسرتشون از کاری نیست که اشتباه انجام دادن، بلکه از کاریه که اصلاً انجامش ندادن. فرصت هایی که رها کردن، ریسک هایی که قبول نکردن، مسیرهایی که فقط نگاهشون کردن و رد شدن، و این حسرت آروم با ما باقی میمونه. در کنار این یه درک عمیق‌تر از ترس هم شکل میگیره. ترس در لحظه منطقی شاید به نظر برسه،
اما انگار داره از ما محافظت میکنه. باعث میشه عقب بکشیم، ریسک نکنیم، همونجا بمونیم. اما با گذشت زمان یه چیز روشن میشه: هزینه ترس فوری نیست، اما واقعیه. خودش رو نشون میده در تجربه هایی که از دست رفتن، در رشدی که اتفاق نیفتاده، در زندگی که کامل تجربه نشده و آدم ها میفهمن که امن موندن همیشه به معنی زندگی کردن نبوده. با گذشت زمان یه حقیقت آروم دیگه هم خودش رو نشون میده: اینکه سلامتی چیزی نبود که همیشه تضمین شده باشه. در سالهای جوانی بدون اینکه بخوای تلاش کنی بدن قوی به نظر میرسه، همراهیت میکنه، سریع بر میگرده. برای همین عادتهای کوچیک نادیده گرفته میشن، استراحت کم میشه، تعادل فراموش میشه. اما بدن به مرور جواب میده و خیلی ها میفهمن که سلامتی چیزی نیست که بعداً درستش کنن، چیزیه که هر روز ساخته میشه با انتخابهای کوچیک. و وقتی این رو دیر بفهمی تغییر سخت‌تر میشه. بعد از اون یه حقیقت خیلی شخصی تر ظاهر میشه. آدم ها میفهمن که سالهای زیادی رو صرف این کردن که شبیه چیزی باشن که فکر میکردن باید باشن. خودشون رو شکل دادن با توجه به انتظارهای دیگران، تصمیمهایی گرفتن که به نظر دیگران درست بوده، مسیرهایی رو رفتن که امن‌تر بود. همه اینها منطقی به نظر میرسن، اما بعد یه حس آروم به وجود میاد: اینکه چیزی از درون تجربه نشده. حس این که خود واقعیشون رو کامل زندگی نکردن. و بعد یک جمله ساده شکل میگیره: کاش بیشتر به خودم اعتماد کرده بودم. چون جوابها همیشه درون خودش بوده، فقط به اونها گوش نداده. و در نهایت همه اینها به یک درک کلی میرسن. آدم ها میفهمن که شادی چیزی نبود که باید پیدا کنن، چیزی نبود که در یک نقطه خاص از زندگی ظاهر بشه. شادی چیزی بود که در لحظه های ساده وجود داشت، اما خیلی وقتها دیده نشد. چون ذهن درگیر آینده بود، چون زندگی خیلی شلوغ بود، چون همیشه چیزی مهمتر به نظر می رسید. و وقتی این فهم میاد، هم زیباست و هم کمی دردناک. حالا اگه از همه اینها فاصله بگیریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، یه چیز خیلی واضح میشه: زندگی واقعیت‌ها رو از ما پنهان نمی‌کنه، فقط منتظر میمونه تا ما آماده دیدنشون بشیم. و سوال اصلی این نیست که درس‌ها وجود دارن یا نه، سوال اینه که ما چه زمانی تصمیم میگیریم اونها رو بپذیریم. آیا صبر میکنیم تا زمان بگذره، فرصت‌ها کمتر بشن و بعد بفهمیم، یا همین الان در همین لحظه میتونیم مکث کنیم و ببینیم چه چیزی واقعا مهمه؟ چون هدف از این تأمل‌ها ایجاد حسرت نیست، ایجاد آگاهیه. اینکه الان ببینی قبل از اینکه دیر بشه. پس وقتی این ویدیو تموم میشه ازت میخوام کمی مکث کنی، به زمانت فکر کنی و به آدم‌هایی که در زندگیت هستن فکر کنی، به چیزهایی که عقب انداختی فکر کنی و خیلی آروم از خودت بپرسی: اگه یه روز به عقب نگاه کنم، دوست ندارم بابت چه چیزی پشیمون باشم؟ و اگه جواب حتی کوچیک باشه، از همونجا شروع کن. ممنون که این زمان رو با داسی اینسایتس گذروندی. اگه این قسمت براتون مهم بود و ارزش داشت، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اون رو با کسی که فکر میکنید به اون نیاز داره به اشتراک بگذارید. تا دیدار بعدی آگاه بمون، با خودت صادق بمون و قدم به قدم به جلو حرکت کن. بدرود.